ما رسیدیم اینجا زندان قصر. در مورخ اول بهمن 1399 از مددجو محمد تقی‌زاده درخواست نگارش خاطراتش را به شکل کتبی دادم. مقرر گردید تا پایان وقت اداری خاطرات خود را به این جانب تحویل دهد. در محضر شما اعتراف میکنم که آرزو میکنم این دروغ مرا باور کرده باشد تا حس بازجویی نسبت به من نداشته باشد. نکته قابل توجه در روایت مددجو محمد تقی‌زاده عدم اشاره به زمان شروع مصرف مواد مخدر است. گرچه اشاراتی به این مسئله داشت اما هرگز به طور مشخص از زمان شروع مصرف مواد مخدر صحبتی به میان نیاورد. هنوز نمیتوانم باور کنم دلیل اعتیاد محمد تقی‌زاده مصرف قرص‌های خواب در زمان انتظار برای اعدام باشد.